سلام، به میزانسن خوش اومدید. توی این قسمت درباره سریال غربت صحبت می‌کنیم که بعد از انتشار 3 قسمت به بهونه توهین به عرب زبان‌های کشور توقیف شد. اینکه چقدر این اتهام واقعیه جای بحث داره. موضوع واقعاً اعتراض عرب زبان‌ها بوده یا خشونت زیاد و نقش مواد مخدر و مسائل جنسی توی داستان؟ اما قبلش بریم یه نگاهی بندازیم به این 3 اپیزودی که از سریال بیرون اومده. داستان چند تا آدم فقیر که توی حلبی آباد به نام غربت زندگی میکنن. غرق جرم و جنایت و مواد مخدر. داستان با نقشه دزدی اونا از کمیته امداد شروع میشه. اونا قصد دارن با پوشش دستفروشی به زیرزمین کمیته تونل بزنن و طلاها رو بدزدن و با پولش از کشور خارج بشن. کسی نیومد، کسی نره. نه. این دزدی بزرگ رو قرار کاراکترای زن سریال انجام بدن. اونا نقشه رو از رئیس حلبی آباد فرهاد یا همون فری مخفی کردن و نمیخوان کسی از کارشون بو ببره. این پنهون کاری جلوی آدم شهوتران و خطرناکی مثل فری چیزیه که میتونه به قیمت جونشون تموم بشه. نزن تو حساب من. همونطور که میبینید طرح کلی داستان اتفاقا جذابه، ولی توی فیلمنامه و خصوصا کارگردانی انقدر نقص زیاده که چیزی از این جذابیت باقی نمیمونه. فیلم پر از دیالوگای طولانی و بی ربط به داستانه. سریال خواسته بک‌گراند و روابط شخصیت‌ها رو توی صحبت‌ها به ما بفهمونه، ولی متاسفانه نتیجه شده از ریتم افتادن داستان و صحنه‌های خسته کننده. فیلمنامه تمرکز زیادی روی شخصیت‌ها داره. مثلا هر کی داستان عاطفی و علایق شخصی خودشو داره، یا هر کسی یه نقطه ضعف داره که میخواد از بقیه مخفی کنه. این موضوع میتونست نقطه قوت کار باشه، ولی متاسفانه سریال نتونست آدم‌ها رو درگیر داستان اصلی بکنه. بعد از اپیزود اول که از نقشه دزدی باخبر میشیم تا قسمت 3 خبری از نقشه دزدی نیست و زندگی شخصی آدم‌ها رو فقط دنبال میکنیم. دائما برامون سوال پیش میاد که پس نقشه دزدی چی شد؟ دزدی قرار از زیرزمین یه سمساری بغل کمیته امداد انجام بشه. زیرزمینش یه راست میخوره به زیرزمین کمیته، ولی ما هیچی از جزئیات کار و سختی‌های نقشه دستگیرمون نمیشه. به نظر نویسنده‌های فیلمنامه به این بخش کار توجه نداشتن. مثلا یه بخشی از نقشه اینه که ورود و خروج طلاهای کمیته امداد رو چک کنن و از بودن طلاها مطمئن بشن، ولی این کار خیلی آماتور و غیر واقعی انجام میشه. شخصیت‌ها خیلی راحت برای کمک به کمیته امداد میرن و از طریق دیالوگ کارمندای اونجا همه چی رو در مورد طلاها و ذخیره مالی کمیته میفهمن. این قسمت سریال خیلی ساده لوحانه است. به نظر فیلمنامه با عجله و بی‌حوصله نوشته شده. چیز دیگه‌ای که خیلی آدمو اذیت میکنه شخصیت بارانه که نقششو سوسن پرور بازی میکنه. ما اصلا نمیفهمیم که چرا این آدم هست و قراره چی کار کنه. آیا کارگردان نقشه خاصی براش داره؟ تا حالا که اینجوری به نظر نمیرسه. و اما موسیقی سریال، حجم موسیقی واقعاً زیاده و هر جایی که بخواد ظاهر میشه. احتمالاً کارگردان حس کرده بعضی از صحنه‌ها بدون موسیقی از دستش در میرن و خروجی قرار نیست چیز خوبی بشه، مخصوصاً صحنه‌های بدون دیالوگ. مثلا اینجا هم حین دیالوگ دو شخصیت و هم بعد از تموم شدن صحبت‌هاشون موسیقی پخش میشه. یه موسیقی که به جای تاثیرگذاری و کمک به صحنه بیشتر مزاحمت ایجاد میکنه. فقط یه دیوار بینش. به غیر از موسیقی دوربین فیلمم خیلی سرگردانه و جای درستی نداره. فیلم برداری مستندگونه است. شبیه فیلم‌های مهدویان، انگار یکی دزدکی شخصیت‌ها رو زیر نظر داره. توی خیلی از صحنه‌ها مکان رو که مهمترین عنصر سریاله از دست میدیم. نمیدونیم اجزای صحنه تو چه فاصله‌ای از هم قرار دارن و نسبتشون با آدما چیه.
محیط حلبی آباد خوب ساخته نمیشه و نمیفهمیم کی کجا زندگی میکنه. امکاناتشون در چه حد و اصلا این مکانی که اسمش غربته کجای تهرانه. جای آدما هم نسبت به هم خیلی گنگه. دائما داریم به این فکر میکنیم که شخصیت‌ها تو چه فاصله‌ای و چه نسبتی از همدیگه قرار گرفتن. مثلا تو این صحنه نمیشه به هیچ وجه فضای اتاق و جای آدما رو درک کرد و همین باعث میشه نسبت به اتفاقاتی که توی اتاق جریان دارن گارد بگیریم و خیلی با فضای فیلم همراه نشیم. فکر کنم جوجه 20 تومنه. این داستانش فرید نیست که. گذشته از همه اینا تدوینم تو چند نقطه مشکل داره و زمانبندی کارو خراب میکنه. مثلا اینجا تدوین جوریه که به جای اینکه پرش زمانی رو نشون بده بیننده رو صرفاً گیج میکنه و حس صحنه قبلیش رو از بین میبره. یا این قسمت که قاعده تدوین در حرکت رو نقض میکنه و حاصل کار چندان خوب نشده. تدوین در حرکت یه قاعده است که میگه دوتا صحنه‌ای که توی اونا دوربین در یه جهت حرکت میکنن رو نباید به هم کات بزنیم. بس چی اومدی اینجا؟ سریال غربت خواسته خودش رو یه اثر فمینیستی نشون بده ولی باید گفت موفق نشده. این جالبه که برای اولین بار توی سریال‌های ایرانی زنا قراره با هم دست به کار بشن و سر و سامونی به زندگیشون بدن. اونم با یه سرقت بزرگ. اما شخصیت پردازی و دیالوگ ها این مفهوم رو به ما منتقل نمی‌کنه. مثلا تو این صحنه انگار اصلا دارن با این قضیه شوخی میکنن. ما زنیم میزنیم. یا توی این صحنه که کار خیلی شعاری و آبکی از آب در اومده. چطوری؟ ما زنیم. خانم ما رفتیم خونه. خداحافظ. حواست باشه تا جمعش کن، سفارش نکنم. باشه برو بابا. حواسم هست. البته از حق نگذریم، بازی ها قابل قبولن و همین تونسته اثر رو باورپذیرتر و قابل تحمل کنه. اما غربت چرا توقیف شد؟ همونطور که اول ویدیو گفتیم بهونه ساترا و دادستانی تهران این بوده که سریال به عرب زبونای کشور توهین کرده. اگه سریال رو دیده باشید میدونید که شخصیت زن عرب احلام خیلی فرقی با بقیه نداره و تبعیض قومیتی خاصی توی این سریال به چشم نمیاد. احلام زن صیغه‌ای فرهاد و ازش بهره کشی جنسی میشه، ولی بقیه شخصیت‌های فیلم هم سرنوشت بهتری ندارن. تنها شخصیت‌های عرب حلبی آباد احلام و پدرشن و الباقی همه تهرانیان یا از جاهای دیگه اومدن. پس خیلی این اتهام واقعی به نظر نمیرسه و ظاهراً فقط یه بهونه است. دادستانی تهران یه جای دیگه هم گفته بود که این سریال خشن و احتمال زیاد غربت رو به خاطر موضوعات جنسی و نقش پررنگ مواد مخدر توقیف کردن. از طرف دیگه مکانی که قراره ازش دزدی بشه کمیته امداده و شاید مقامات به این موضوع حساس شدن و میخوان تغییراتی رو به داستان و محیط سریال تحمیل کنن. فعلا که چیزی معلوم نیست. خیلی ممنون که تا پایان این اپیزود همراه ما بودید. اگر میخواید از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید دکمه سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.